سلام دوستان، خسته نباشید. امروز هم آموزش اتصال همستر به ولتمون رو داریم. همونطور که مشاهده میکنید وارد همستر میشید از قسمت ایردراپ و میایم روی کانکت یور تون ولت کلیک میکنیم. از قبل باید ولت تون کیپر رو نصب کرده باشید که بتونیم اتصال بریم. خب کانکت یور تون رو میزنیم و اگه توجه کنید روی تون کیپر صبر میکنیم. خب کانکت ولت رو میزنیم. حالا از ما اثر انگشت خواست برای تایید. اگر رمز بود که شما رمزی که دادین رو بزنید. دان مجدد برمیگرد